پرزیدنت ایران حسن روحانی برای اولین بار با سفری رسمی به عراق وارد شد. ایالات متحده آمریکا از عراق درخواست دارد که روابطش با ایران را محدود کند. عراق که از واشنگتن کمک مالی و نظامی دریافت می‌کند، سعی دارد در روابطش با ایالات متحده آمریکا و ایران موازنت برپا نماید. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی ایران محمد جواد ظریف در بغداد با وزیر کارهای خارجی عراق محمد علی الحکیم ملاقات کرد. در پایان گفتگو وزیران به خبرنگاران تفصیلات دادند. بسیار خوشحالیم که روابط ایران و عراق بدون دخالت خارجی ها روابط مستحکم و گسترده بوده و انشالله در سفر فردای ریاست محترم جمهوری این روابط مستحکمتر و گسترده تر خواهد شد. وزیر عراقی گفت که محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی از هدفهای اساسی عراق به حساب می رود. ما به طور مفصل مسئله سوریه را بررسی کردیم. ما آشکار کردیم که جانبدار محو گروهی دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سوریه هستیم. ما همراه تلاش داریم که سوریه کرسیش در لیگ کشورهای عرب را باز پس گیرد. تهران در عراق یگان نمایندگی نظامی ندارد، ولی اکثر اهالی این کشور پیروی مذهب شیعه بوده تحت تأثیر ایران قرار دارند. بر علاوه ایران گروه‌های نیمه نظامی شیعه را که در عراق فعال می باشند دستگیری می کند. طبق بعضی حساب‌ها شماره این گروه‌های نیمه نظامی به 150,000 نفر برابر است. در عراق تخمیناً 5200 نظامی ایالات متحده آمریکا مستقر می باشند که وظیفه اصلی آنها پشتیبانی و تمرین ارتش عراق است.